به آقا دانیال چطوری؟ سر تو گوشیه که زنده باد. من تو اینستا میچرخم. روزی چقدر از این اینستاگرام استفاده میکنی؟ من روزی نه نیم ساعت یه ساعت. روزی نیم ساعت یه ساعت. بله. مطمئنی؟ بله مطمئنم. گوشی تو بده من. گوشی من چی؟ میخوام بهت اثبات کنم. پس مطمئنی دیگه. خبرم نداری که گوشی اندرویدی قابلیتی دارن که نشون میده که چقدر از گوشیت استفاده کردی. اسمش هم دیجیتال ولبینگ هست. اینجا ویجتش رو میتونی اضافه کنی. اینجا تو حالتهای مختلفه، مثلا من اینو میارم. همینجا یه خلاصه از رفتار کاربریت نشون داده. 6 ساعت و 55 دقیقه از گوشی استفاده کردی. 2 ساعت و 11 دقیقهش فقط از این اینستاگرام بوده. ساعت 11 و 20 دقیقه. 1 ساعت و 25 دقیقه از یوتیوب، 1 ساعت و 3 دقیقه هم از تلگرام. تازه روش کلیک کنم اینجا دیتای بیشتری میده. اینجا خلاصه هفته‌تو نشون میده که 18 ساعت از این اینستاگرام تو 7 روز گذشته استفاده کردی. و برای کسی که اوضاعش خیته مثل تو میتونی اینجا یه گل تنظیم کنی یا یه هدف تنظیم کنی که اگه مثلا به 3 ساعت استفاده تو روز رسیدی یه نوتیفیکیشن بهت بده و بهت اطلاع بده که 3 ساعت تا الان از گوشی استفاده کردی. این قابلیت خیلی خوبیه، حتما تو هم ازش استفاده کن.